دیروز پرویز قاضی سعید اشاره‌ای به زنده یاد دکتر محمد رضا عاملی تهرانی آژیر کرد. یکی از بنیانگذاران جنبش پانیرانیسم در ایران. یار همدل محسن پزشکپور، مهندس ظفری، یارانشون، دکتر طالع، اینایی که من از بچگی میشناختم، اشاره کرد که او رو بیگناه کشتند. و بنده بذارید براتون بگم گناهش چه بود، چون از نزدیک شاهد این بودم. حتی من در امید ایران در اون صفحه محرمانه نوشتم که عاملی تهرانی به 28 ماه زندان محکوم شده، چون حکم این بود. یعنی ربانی شیرازی خدا رحمتش کنه اونم کشته شد. ربانی شیرازی اعتقادش بر این بود که باید اون زندانی هم اگه میکنیم به خاطر وزارت یه سال 2 سال اینجوری باشه. این آقای زوارعی بود که حالا کنار نشسته، گربه عابد و مسلمان و مریض شده، میخواست رئیس جمهور بشه. رئیس ثبت که شد خودش و خواهرزاده‌اش چه کردن چه زمینایی رو به ناحق بالا کشیدن. خواهرزاده معاون آقای لاریجانی بود در رادیو تلویزیون، حسابدار مورد اعتماد رهبر، خودش هم مدیر کل ثبت. چه کرد؟ همکلاسی دانشکده ما بود در دانشکده حقوق. با چه وضعی می اومد. بعد سر انقلاب که شد کانون اسلامی وکلا و اینا بودن که اصرار کردن عاملی تهرانی کشته بشه. چرا؟ و خلخالی براتون میگم. درست روزی که تهران رو آتش زدن، این فکر کی بود من نمیدونم. همون شب منو گرفتن، ساواک گفتن عقیدش بر این بوده که با آتش زدن مردم رو وحشت زده بکنن، بگن چه در انتظارشون. اما حالا اگر 2 جارم ساواک آتش زد برای اینکه این ایجاد وحشت رو بکنه یا عواملی زدن، تمام آتش سوزی هایی که اون روز اتفاق افتاد با حساب کتاب بود و اینا برنامه ریزی بود. اسلامی ها تمامش رو انجام داد. یکی از جاهایی که آتش گرفت ساختمان وزارت اطلاعات، اون وقت ارشاد حالا دیگر، اون وقت اطلاعات، اینفورمیشن مینیستری، در خیابان کاخ. درست 1 هفته قبل از این آتش سوزی دکتر عاملی تهرانی که وزیر اطلاعات بود دعوتی کرد از سردبیران و دبیران روزنامه های مهم کشور. بنده نیز رفتم به عنوان دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات. خیلی دکتر عاملی تهرانی همونطور که پرویز قاضی سعید میگفت انسان مؤدب، خوشرو، آزاده، خیلی دکترم بود. ما نشستیم، گفت آقایان بنده واقعیتی رو میخوام بهتون بگم. سینمای رکس آبادان به دستور مستقیم افراد بسیار نزدیک به آقای خمینی آتش زده شد. حتی اسم برد. یکی از کسایی که اسم برد آقای علی اکبر محتشمی بود. از مرحوم احمد خمینی اسم برد که بعدا خود احمد خمینی گفت سینمای قم رو من دستور دادم آتش بزنم، البته درش آدمی نبود. و آقای کیاوش که بعداً در وکیل شد در از خوزستان، از اهواز، و کسی که در این وسط اتهاماتی به زده شد و هیچ نقشی نداشت حجت الاسلام جمی بود، نماینده آقای خمینی در آبادان که بعدم کنارش زدن. اون نقشی نداشت، ولی کیاوش و پدرزنش بودن که در این کار دست داشتن. آشورنامی رو عراقی ها دستگیر کردن
و به ایران تحویل دادن. روزی که هواپیمایی قرار بود بره عراق، شریف امامی هم نخست وزیر بود، من تو اطلاعات با خانم کلانتری صحبت کردم، پری کلانتری خدا حفظش کنه، منشی نخست وزیران متعدد بود و آخرم منشی دکتر بختیار. تا پایان قتل دکتر بختیارم او باهاش بود به عنوان منشی و رئیس دفتر و چه زن قابلی است که واقعا با تقدیر ازش بکنه. ایشون به من گفت هواپیمایی داره میره. اون وقت صحبت بود که یک هیئتی به ریاست آقای نقابت معاون نخست وزیر بره به عراق با آقای خمینی صحبت کنه. ما بلافاصله برداشتیم تو اطلاعات یه فوق‌العاده زدیم، عکسی هم از آقای خمینی داشتیم با دکتر امینی چاپ کردیم که هواپیمایی داره میره برای گفتگو با آقای خمینی. کیهان یه ساعت بعد دید عکس خمینی برای اولین بار چاپ شده. کیهانیان یه فوق‌العاده 2-3 ساعت بعد دادن بیرون و عکس خمینی رو گذاشتن. ما هم تو آرشیو یه عکس داشتیم ازش با دکتر امینی. دکتر امینی رفته بود قم، اون زمان که نخست وزیر بود، باش ملاقات کردیم. در هر حال دکتر عاملی تهرانی در واقع این هواپیما رفت آشور رو تحویل بگیره بیاره از عراقی ها. آشور هم اعتراف کرده بود، دکتر عاملی تهرانی هم گزارشی از اعتراف روی میزش بود. گفت از آقایون روزنامه نگاران من سوال میکنم ما این اعترافات رو چی کار بکنیم؟ 1-2 نفر اونجا گفتن آقا باید منتشرش کرد مردم بدونن. واقعا بعضیا بودن خیلی نگران بودن. حالا من نمیتونم اسمشون رو بیارم چون تو ایران زندگی میکنم، اما یک دلاوری ما تو روزنامه داشتیم، تو روزنامه اطلاعات. یک روز بلند شد، وای یادم نمیره، دبیر پارلمانی بود، بلند شد گفت چه میکنید؟ دارید کجا میرید؟ چی کار دارید میکنید؟ چشماش پر اشک بود. هیچ وقت اون منظره رو یادم نمیره. انسان با شرف، انسان آزاداندیش. 2-3 نفر این حرفا رو زدن. 3-4 نفرم از اینایی که جامعه چپ پوشیده بودن بعد از یه مدت و بعدا معلوم شد کسانی بودن که با ساواک ارتباط داشتن و گزارش روزنامه رو میدادن و از همین تندتر بودن. یکیشون رفت خودشو تیغ زد، مثلا اسمش که به عنوان ساواکی در اومد که یعنی این توطئه است. به هر حال آقای زنده یاد دکتر عاملی تهرانی گفت اما ما این رو منتشر نمی کنیم. برای اینکه ما نشستیم با آقای نخست وزیر و هیئت دولت صحبت کردیم، اگه ما این رو منتشر بکنیم میگه ها دولت میخواد روحانیت رو بدنام بکنه. چی حرف ما رو امروز قبول میکنه؟ کسی حرف ما رو قبول نمیکنه. در چه تصمیم گرفتیم این پرونده رو به اطلاع شما برسونیم، شما بدونید اگر روزی کشور آرام شد شما بدونید ما این موقع بهتون گفتیم سینما رکس به دستور نجف آتش زده شد. عامل این کارم در زندان آشور. اون تکبلی زاده و اینا که بعدن آوردن اینا هم دستا بودن. آشور اصلی بود. 3 روز بعد آتش سوزی تهران بود و وزارت اطلاعات و دفتر دکتر عاملی تهرانی آتش گرفت. پرونده ها اونجا بود. حالا در شهربانی هم بود، در ساواک هم لابد بود، در جاهای دیگه. دکتر عاملی تهرانی به این خاطر اعدام شد که روزنامه نگار ناجوان مردی از جمع کسانی که اونجا بود رفت و گفت که عاملی تهرانی پرونده سینما رکس رو داره، به خلخالی گفت. باز زبانم قاصره نمیتونم بگم چون الان در ایران سنش بالا رفته، زن و بچه داره، 2 تا زن داره، نمیدونم چند تا بچه داره، نمیتونم بگم. رفت خبر داد به خلخالی که عاملی تهرانی پرونده سینما رکس رو داره و اگر بیاد بیرون فاش میکنه این ماجرا، در حالی که 28 ماه محکوم شده بود و خبرش ما نوشتیم. من خودم به داریوش فروغ زنگ زدم گفتم آقا خدا را شکر دکتر عاملی تهرانی به 28 ماه زندان محکوم شده. فردا که رفتیم به زندان قصر در جلسه محاکمه وضع عوض شده بود و خلخالی این دیوانه مجنون شب به جان اینا افتاد و 10-20 نفر اون شب تیرباران کرد. و این عزیز رو که در دادگاه بلند شد این جملهش یادم نمیاد، دیگر به من نیندیشید
به ایران بیاندیشیم و در میان آن همه آدم صبح آقای پزشکپور، داریوش فروهر، دوستان دیگری به دیدن همسر او رفتن، تسلاش بدن. اما یک مرد، محمودی بختیاری، استاد دانشگاه علوم ارتباطات، اهل اندیشه و قلم، در امید ایران من مقاله نوشت چرا عاملی تهرانی را کشتید و اون مقاله جاودانه است، به یاد ماندنی است در اون شرایط و من چاپش کردم. به هر حال این بود داستان